آغاز مذاکرات ایران و 5+1 در ژنو. سلام به همه بر و بچه‌های مجمع موشکافی. بالاخره اولاغچی و باقی اعضای دیپلماسی اولاغی نظام رفتن فیس تو فیس 5+1 نشستن تا یه مذاکره دیگه به کلکسیون مذاکراتشون اضافه بشه. بعدم همین یارو اولاغچی نفس زنان اومد بیرون تا طرح نظامش رو اینطوری شفاف سازی کنه. کلیات این طرح ارائه شد. این طرح شامل هدف هست، هدف مشترکی که باید تعریف بشه و گام اول و گام آخر، گام پایانی و مشخصاتی که هر کدوم از این گام ها دارن و جدول زمانی که باید روی اون کار بکنه و جزئیات بسیار بیشتری که میتونم عرض بکنم که محرمانه هست و در جلسه هم تصمیم بر این گرفته شد که کماکان محرمانه باقی بمونه تا وقتی که یک توافق روی اون صورت بگیره و همین این نشون دهنده جدیت طرف مقابل بود، از این جهت که چون با پیشنهادات جدی، واقعی، متوازن مواجه شده بودند. محرمانه کدومه؟ بالاخره زهر رو بالا انداختی یا نه؟ ببین ماست موسیر، زهر رو شاید بتونی محرمانه سر بکشی، اما آثارش نمیتونی محرمانه نگه داری. رنگ رخسار سیدعلی و تلو خوردنش همه چی رو لو میده. بعدم تازه کدوم پیشنهاد واقعی متوازن؟ لااقل قبل از رفتن تو مذاکره یه نگاهی به کیهان ولی فقیه مینداختی. برای دقایقی خود را جای رصدگران اطلاعاتی در آمریکا و غرب بگذارید. ناگهان میبینید در میان طیفی از مطبوعات ایران موجی درباره لزوم مذاکره با آمریکا راه میافتد. این رفتار بخوانید خودزنی علامت مهمی در آن سوی مرزهاست و بوی تند کم آوردن میدهد. البته در این میان میتوان و باید میان کارگردان زنجیره این سناریو و با دیگر به ظاهر نقش اول آن به لحاظ انگیزه و اهداف فاصله گذاری کرد، اما در نتایج ماجرا هیچ فرقی حاصل نمی شود و آن گلی است که سیاستمدار به ظاهر زیرک در بدترین زمان به دروازه دولت و ملت زده است. من موشکافو بگو که سوالم شده بود این شیخ فرید چرا شب مذاکره بلند شده رفته دانشگاه؟ پس نگو میخواسته به دروازه ولایت گل بزنه. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان. خب بابا گل زدی به دروازه خودی، دارن واسه کف میزنن دیگه، نزنن؟ خیلی دیگه جای کف نیست الان. چیه؟ دوست داری مثل رسالت سیخ و سنبه بهت بزنن؟ خالی کردن مشت کشور در شب مذاکره با 5+1 چه معنایی میتواند داشته باشد؟ بر اساس کدام یک از اصول مسلم تامین منافع ملی باید به طرف غربی تفهیم کرد که تحریم‌ها اثرگذار بوده است؟ آقا رو میپرسه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ خب معلومه دیگه، کارگردان سریال جام زهر یعنی اکبر هیچکاک داره به نقش اول فیلمش یعنی شیخ حسن دلون میگه که ببین این حرفا رو بزن که جاده بغل تو بغل شدن با شیطان بزرگ صافتر بشه. بی خود که اسم طرحمون رو نذاشتیم افقهای تازه. آره ماست و خیار و کوسه چیده، میخوای محرمانه بخور، میخوای تو علم، در هر حال یا دهن صاف میشه یا دم به تو میچینن. دوره ملا دیگه آخر
شده، شیخ ترور وارثن تر شده. سیدعلی کف کرده سر دوراهی، بد بوده حالش حالا بدتر شده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرو چیده. سیدعلی جای این که لب تر کنه، منقل و بمب و هسته رو چسبیده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. من میخوام عزبارو داغون بکنم، ریخته شد اون دون بکنم. بابر و بچ نظامشو قیمه بادم چون بکنم. به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. من میخوام عزبارو داغون بکنم، ریخته شد اون دون بکنم. بابر و بچ نظامشو قیمه بادم چون بکنم. به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. موشکار